همین مقتدی ما برای ما گفت که مولوی صاحب حجاب یعنی چی؟ چی رقم کالا باشه که دخترای ما بپوشه که تو هر وقت میشینی نمی سر منبر که حجاب است که حجاب است. ما گفتیم حاجی صاحب محترم ریش سفید هستی، بسیار به تو احترام داریم. گفتیم خلاصه برات بگویم، آن لباس شرعی است، آن حجاب شرعی است که دختری تو پوشیده باشه، سنوی تو پوشیده باشه، زن تو پوشیده باشه و در پیش امرای تو یک مهمان ششته باشه، یک رفیق و یک دوستی تو امرای تو ششته باشه، امی دختری تو یا امی زن تو یا امی سنوی تو در پلوی تو تیر شوه از بازار یا از ارجی که آمده باشه و تو خجالت نشوی و چشمت پایین نشو با امی رفیقی تو که والله دختر ما تیر شد و حجاب صحیح نبود، لباسشان صحیح نبود، خجالت بکشی با او لباس. و نمو لباس خلاف فرهنگ ما و شماست و نمو لباس خلاف شریعت ما و شماست. اتفاقا یک چند روز بعد ما یک مولای عادی هستیم، ساده دامی کوچم میریم که مردم دا اوزام میریم در جایی که خدمت مردم باشه، می که دنیس بشم صدا کنه شاید جواز مردم بشناسه که امی آمده ما میگیم برو الا حرکت کو که بریم. در پیش روی دکانه اشته بودیم، امی حاجی صاحب ششته بود، یک دختره که از کورس آمد یا از مکتب آمد از هر جایی که آمد، این حاجی صاحب بیچاره می تو یک خجالت وارد شد. ما گفتیم حاجی صاحب یک گپ بزنیم خفه خو نمیشه. گفت نیم مولوی صاحب بگو. ما گفتیم اینمی بود که یک چند روز پیش برات گفتیم، تو گفتی که حجاب یا لباس شرعی کدام است، ما برات گفتیم که او لباس است که در پیش روی تو دختره که تو یا زن تو یا کسی بیاید در امرای تو رفیق چشته باشه و تو خجالت نشوی. او اینا میال اگر خجالت کشیده باشی مناسب نیست، اگر نه مناسب است.